در قصر فرهنگ شهر کلوب دوره ولایتی آزمون جمهوریوی صدرنگ چکان برگزار گردید. در این چهاربینی مسئولان از مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر کلوب شرکت نموده نخست مهمانان از نمایشگاه هنرهای مردمی که به عنوان هنرمند وابسته به طلبات فستیوال محصول هنر خویش از جمله چکنی و گلدوزی، کشیده‌دوزی و قلمریزگی، قالین‌بافی و شیرازبافی، زرگری، صنعت رسامی که در صحن قصر فرهنگ شهر به نمایش گذاشته شده بودند دیده نموده با صنعت و هنر والای ساکنان این کوهندیار بهای بلند دادند. مورد به ذکر است که در زمان صاحب استقلالی کشور ما امکانیت پیدا نمودیم تا عنعنه و هنرهای مردمی نیاگانمون را از نو احیا نموده جهانیان را از اصالت و فلسفه آن واقف سازیم. در قسمت تنتنوی چهاربینی برآمد کنندگان ابراز داشتند که با شرافت به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دستور هدایت‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ردیف دیگر ارزش‌های ملی تاجیکان ارزش‌های فرهنگی نیز از نو احیا گردیدند که هنر گلدوزی تاجیکان چکان از جمله آنها میباشد که با تلاش‌های پیوسته سرور دولت چکان به فهرست فرهنگی غیرمادی یونسکو وارد گردید و به عالمیان معرفی شد. با هم جمع آمدن بانوان چکنپوش در این بزمگاه که در پیراهن و کشیده‌دوزی‌هایشان واقعا صد رنگ تجسم یافته بود همگی از صنعت والای هنر چکندوزی زنان همه منطقه کلوب بشارت میداد که آنها به این عنعنه‌های نیک نیاکان خود ارج میگذارند. برنامه هنری اهل فرهنگ به چهاربینی شکوه دیگر بخشید. رحمت علی نظری ایرج قربان علی شهر کلوب اخبار.